شاهد هستیم که خاصا در هفته گذشته خیلی از مناطق در سوریه به شدت از طرف صهیونیست‌ها بمباران میشه و این بیانگر این است که تا الان یک محافظ و یک نگهبانی به نام بشار اسد و پشتیبانی رژیم جنایتکار ولایت فقیه در این منطقه وجود داشت که امنیت اسرائیل رو گرفته بودند و اسرائیل از اونها هیچ احساس خطری نمی کرد. اما بعد از اینکه فرزندان واقعی این سرزمین حاکم شدند در سوریه، اکنون احساس خطر کرده و می‌بینیم که بعضی از مناطق نظامی رو، بعضی از مراکز علمی رو، حتی مناطق غیر نظامی رو بمباران و موشکباران میکنن و این نشون میده که دشمنی آمریکا و دشمنی اسرائیل با اهل سنت است، با مسلمانان واقعی است و طی روزهای آینده شاهد خواهید بود که ایران با همین اسرائیل و با همین آمریکا سر میز مذاکره خواهد نشست و حتی خبرهایی میگه که مکان مذاکره هم در عمان، در کشور سلطنتی عمان در حوزه خلیج در اینجا تعیین شده و به خاطر بقای خودشون حاضر هستن که همه رو فدا بکنن. حزب الله رو فدا کردن، بشار اسد رو فدا کردن، حوثی ها رو هم خواهند فروخت و برای اونها هیچ کس مهم نیست.